درود بر شما هموطنان عزیز. یکی از واقعه های اساسی سال 2023 جنگ در فلسطین بود. جنگ بسیار ناحقانه، نامردانه و ناانصافانه که اسرائیل آغاز کرد. این جنگ دنیا را به دو تقسیم کرد. یک گروه از فلسطین دفاع کردند، گروه دیگر از اسرائیل. بزرگترین درس جنگ اسرائیل و فلسطین این مردانگی، جسارت و مقاومت مردم فلسطین است که خانه های آنها را هر روز بمباران میکردند، ولی مردم از کشور خودشان، از وطن خودشان، از شهر خودشان کوچ نمیبستند. در آغاز جنگ تمام اروپا، امریکا و کشورهای دیگر از اسرائیل پشتیبانی میکردند و تروریست رقم یکی جهان، کثیفترین شخص در تاریخ بعد هیتلر، نتانیاهو، باور داشت که در یک هفته مردم فلسطین را به زانو میشناند، اما خطا کرد. امروز در تمام گوشه های دنیا هر کسی که وجدان دارد، شرف دارد، ایمان دارد، وجدان دارد، از فلسطین حمایت میکند. هزاران هزار کشته ها، هزاران هزار زخمیان، خانه های ویران روح مردم فلسطین را نشکست. ما باید از فلسطین و مردم فلسطین درس جسارت و مردانگی بیاموزیم. بعضی ها میگویند که ما گرفتار مشکلی های خودمان هستیم و ما فلسطین چی در کار، و آنها خطا میکنند، اشتباه میکنند، خیانت میکنند. فلسطین درس کشاد، فلسطین یونیورسیتی آزاد، فلسطین دانشگاه آزاد، فلسطین اکادمی آزاد برای وطنداری، برای وطن دوستی، برای عزت، برای شرف و برای ناموس است. این جنگ الکی و فایده مردم فلسطین انجام یافت. غالب در این جنگ مردم شریف فلسطین هستند. امروز کسی خواهد یا نمیخواهد، حتما در خریطه جهان کشور به نام فلسطین پدید خواهد آمد و هر نفری که در این کشور زندگی میکند و میمیرد و هر کسی که در این کشور تولد میشود حتما آزاده، وارسته و با عزت خواهد بود. زنده باد مردم فلسطین، زنده باد حرکت مقاومت، زنده باد جوان مردان و راد مردانی که آنها را دنیا تروریست میخواهد. هر روز به سرشان بمب میریزند، خانه هایشان را میترکانند، کودکان نو به دنیا آمدهشان را میکشند، اما آنها تسلیم نشدند و تسلیم نمیشوند. زنده باد فلسطین. زنده باد مقاومت فلسطین. جاویدان پرافشان باد پرچم فلسطین.
فلسطین امروز واژه شد که در تمام دنیا صدا می‌دهد. فلسطین مشهورترین واژه سال 2023 شد. اگر اهمیت دید رنگ پرچم فلسطین سبز، سفید و سرخ است. به نظر من رنگ سفید، رنگ دل سفید، رنگ ناموس، رنگ شرف و رنگ عزت مردم فلسطین است. رنگ سبز این باغ است که هرگز خزا نمی شود، باغ آزادی. و رنگ سرخ این رنگ است که با خون خود، با خون هزاران شهیدان این زمین مقدس رنگین کرده شده است. حکومت‌های اروپا در آغاز همه شتابان به اسرائیل می رفتند و نتانیاهوی خونخوار، تروریست و تجاوزگر را با آغوش می گرفتند. اما وقتی که مردم مقاومت کرد، وقتی که روح شکست ناپذیری مردم فلسطین را دیدند و مردمان اروپا و امریکا به کوچه ها ریختند، آنها به طرز دیگر رقصیدند. دموکرات مال بوش، مال یگان نفر دیگر، مال بایدن، مال شالز، مال مکران و دیگران نیست. دموکرات مال مردم است. بسیاری ها می گفتند که دموکراسی در فلسطین گرانیده شد. من هم در آغاز از سر قهر این حرف ها را گفتم، ولی باید دانست که محض در کشورهای دموکراسی مردم به میدان ها ریختند. محض در کشورهای دموکراسی میلیون ها آدمان از فلسطین طرفداری کردند که در بینشان ستاره های ورزش، ستاره های سیاست و ستاره های هنر بود و حاکمان اروپایی و امریکایی مجبور شدند که به حرف مردم خودشان گوش دهند. زیرا هر نفری که به سیاست می پیوندد در یک کشور دموکراسی
و انتخاب مردم برای مردم نیاز دارد و درباره انتخابات فکر میکند. فلسطین این قیام مسلمان ها نیست. فلسطین این قیام همه انسان های شریف و با وجدان در تمام زاویه های دنیا هست. فلسطین یک گفتن به ظلم، فلسطین یک گفتن به حماقت، فلسطین یک گفتن به تجاوز، فلسطین یک گفتن به حاکمان ظالم است.